هفته روان هنگامی بازدید یک گروه از نمایندگان شهر شیمکنت قزاقستان از خوجند در مرکز ولایت سوخت کوچه نو به نام شیمکنت گذاشته شد. هیئت قزاقستان جنوبی بر رهبری سفیر فوق‌العاده و مختار قزاقستان در تاجیکستان نورلان سیمیتوف با همتایان خود در خوجند گسترش رابطه‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی را بررسی کردند. بنا به آمار رسمی در 6 ماه اول سال روان گردش سودای خارجی سوخت بیش از $800,000 را تشکیل داده است و قزاقستان در این فهرست در جای اول است. در این دوره به گفته مقامات بیش از 40% صادرات مال و محصولات از ولایت سوخت به قزاقستان راست می آید. هیئت قزاقستان در ملاقات با صاحبکاران سوخت تاجران تاجیک را بر راه اندازی صاحبکاری در جنوب این کشور دعوت کردند. آنها گفتند برای راه اندازی صاحبکاری در قزاقستان جنوبی $20 میلیون قرض امتیازناک جدا شده است و از آن صاحبکاران خارجی نیز به ممانعت می توانند استفاده کنند. شهر شیمکنت قزاقستان و خوجند تاجیکستان در سال 2003 با هم برادر شهر شده، سال 2005 یکی از کوچه های مرکزی شهر شیمکنت خوجند نامگذاری شده است. گبیدالله عبدالرحیموف حاکم شهر شیمکنت قزاقستان در صحبت با عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوخت گفت در کشور شماره زیاد تاجیکان در فضای دوستی و همدلی زندگی دارند. تاجیکان مقیم قزاقستان عمدتاً در شهر و دهات جنوب این کشور زندگی می کنند و میان قزاق‌ها و تاجیکان خیلی کم مناقشه روی می دهد. در ولایت قزاقستان جنوبی زیاد از 35,000 تاجیکان عمر به سر میبرند. با دوستی اتفاق همدیگری روز به سر برده ایستادند و میخواستیم که علاقه بین تاجیکان قزاقستان و تاجیکان قزاقستان را تاجیکستان قزاقستان را باز رواج دهیم. قزاقستان جنوبی بار آخر اولی همین ما شاهد همدیگر نافهمی بین قزاق‌ها و تاجیکان بود. اول ماه اوگوست در ناحیه مقطع ارل قزاقستان آوازه ها درباره تجاوز جنسی دختر 7 ساله قزاق از سوی یک جوان تاجیک سبب مناقشه و آتش زدن خانه های تاجیکان مقیمی این منطقه گردید. مقامات قزاقستان جنوبی مناقشه را با وارد کردن نیروهای سربازان و پلیس پایان دادند و تاکید کردند که نزاعی بین قومی نیست بلکه افباشی از سوی جوانان است. ضمناً تحقیق حادثه به اساس بودن آوازه جنجال برانگیز را ثابت ساخت و والدان دختر و پسر به یکدیگر دست داده و به این بحث پایان بخشیدند. صاحبکاران سوختی وجود مناسبت خوبی بین دولت‌های تاجیکستان و قزاقستان و روابط بدون ویزا بین این کشورها را زمینه برای رشد تجارت و همکاری‌های اقتصادی سوخت با ولایت قزاقستان جنوبی مرکزش شیمکنت می‌دانند.